از هر گوشه موضع گلدره باد گلبز بهاری به مشامها بوی عطرآگین گل را میرساند و بلبل نغمه پرداز سرود نوروزی را در شاخ گل زمزمه میکرد. باز از کوهسار سرود آبشار و صفای چشمسار به گوش میرسید. این صدای ریز ریز گنج نوروزی به مردم این دیار مژده از روز نو میرساند. بعضی منطقه‌ای که در تاجیکستان هستند از نگاه هیدروژئولوژی یا بیولوژی یا که مترولوژی خیلی نادر هستند و با این منطقه داخل میشد بدخشان در کل و دروازه که در دروازه بدخشان ایستاده است و در این منطقه شما میتونید که تمام همین گوناگونی طبیعی رو در اینجا مشاهده کنید، هم از نگاه اقلیم، هم از نگاه رستنی، هم از نگاه همین هیدروژئولوژی و خیلی جالب است که در این منطقه در آخر ماه ینور که عادتاً یک ماه خیلی خنک است در بسیار منطقه‌های تاجیکستان در اینجا بادام گل میکنند. در وقتی نیم کالایش من دیم اگه خداوند توبه نیکال باز رفتیم و ماشینا بچه جو انال بی خداوند باز سروری دولت ما که چخیل غم خالی کرد چخیل را تخت کرد بچه جو انا باقل به پروا ماشینا برای بیاد به دره گل دره و نموش باز موفق اوماید. آره، نوروز آمد. نوروزی که یک سال باز آن را منتظر بودیم. این جشن نیاگان از زمان پیدایش تا امروز مالامال زیبایی و نکویی، مبارزه قوه نیکی به بدی، روشنی به تاریکی، زیبایی به زشتی، سفیدی به سیاهی و شادی به غم و اندوه بوده. از همین لحاظ بهار و عروسی سال و نوروز را زیب و جلال آن گفتند. پانزدهم، شانزدهم، هفدهم تا هجدهم تیاری بین نوروز میدیدن. بعد اینجا میوان نوروز میگذروندن، خمجنگ میدوختن، بچه ها گوشتی گیرک میکردن، هر خیلی اوقاتو میکردن، مردکا آدم ها میرم میخوردن چی میکردن. با این ها بالا میرفتن خرپیکه میکردن، خرقتی باندکشی میکردن، همین کارا در نوروزی میکردن. یک روز نمیشد ای 18 تا روزی تا 21 3 روز در این قشلاق ده خمجندازی و همین کارهای نوروزی گذرانده میشیم میگذراندن همین را. در هر گوشه کشورمون این عید با رسم و آیین و رنگارنگی خاص منطقه سال تا سال رواج یافته ایستاده است. ساکنان ناحیه درواز چند روز قبل از تجلیل عید همانا که صبح دمید مردم این محل خانه ها را از گرد و غبار تازه نموده به این وسیله سیاهی را بیرون کرده به منزل یا خانه سفیدی وارد می نمایند. این عنعنه نوروزی دودرو نام دارد. کرپو را بدن میکردن، چودر میکردن، پستو میکردن، نوروزی میکردن، همه لوق پری، کودک تنی وای، خط تنی وای، شو تنی وای، همه تا پستو میکردن، نوروزی میرفتن، بوغوی شرونده. اگه گاه که خداوند غجدی و نختی و تاثیر رد کنه دیگه و خشرستندی و پیشا بچه اگه در پا ایتای ندا غشه داخته بود اونا را میبراوری موسره اونا را لاو میداریم. انا نامی غجدی و میرفتیم و بندیت که گاه خشی و خشرستندی پروردگار بیاره و دیگه که خداوندی عزیزی مهربان تا نروزی دیگه ما را رسانده گفتیم که خرسندی میکردیم و فرزندام سپی خوک در امود سیایا که میزوی و گم و یک چیا خیم و یک لوقه یک سرای و دستای میزون نمزایی ستوره بورین ای در چی میدرومی تحتی دیوار چیا اونو سپید زرد
امی تخشروی بین که هر چیزم گوید خونه تازگیش و همه بار میشی و نوروز گویا کیف همه بی بود. همین طریق مردم تا شام دستجمعانه با هم جهاز خانه از قبیل کرپه و پلاس را تکیده کاسه و طبق‌ها را میشویند و حولی و در خانه ها را رفته سفید میکنند. بعد از پاک کردن شامگاهان به خانه سفیدی وارد می کنند که این مراسم آرد تقسیم کنان عنوان دارد و با همین آیین نوروز را استقبال می گیرند. آرد که میکسند بچه های پیشه که خونه همه گفته از خونه بابا محیط بکنن که اگه بای خواد کتارمون آرد بریم که بگای بر ویجای براش فرزنداش و کیلچه کنن نو کنن خرسندی کنن نه به سبب این نمزه اگه سفیدی و خداوند که هم تا خشی خرسندی را بیاره و انا بچه جون هم تری این نوروز از قدیم الحیام هم تربی نه که باز پیش که خرسندین که جناب عالی نوروز جهانی کرد سری تاجیکا در آسمون رفت خرسند چیم می نداریم از جناب عالی و از استقلالیت از وحدت به پنجی تاجیکستانی ما که پروردگار این سروری خرسند چی بای ما را تا کرده آرد میگرفت میر خیلی قریب در لگنچز در دوغویست و گم خیلیم شوغاوست گویا چی میچین ای توشتک نمیچین انت سختش میخیلیم که امون نخشیده که در تنور میدوختیم نمتوه قطور سیو چور تاره میپخت نم سر خیالو میشین میگرفتیم که اونو رو در دوگدون نمیبستیم اونو در کمری دوگدون نمیبستیم هم توه علو میکشیم قرد میکریم علو گر میگرفته اونو رو قطور میکرم نشی بگم او ویگای نوروز هم میگزندیم ویگای میگزند ویگای باج ایگر نه در دیوار میچکیم کم تراوش میکنیم که خون نگره میرفتیم میچکیم لوبی خطی نخت خطی شوی باج باد میکسیم او پیشتر باشه باز کوزای خاکی نبیم در کوزای خاکی پر میکریم در دونی دو پر میکریم او سری دنیا روشن آشه که مادرمو بخیره دنگی چرا بخیره میخیتن در طبقه چه میرختن در امو او سری میخیتیم خرسندی کنی بود نخوری باید گفت که این مراسم سالهاست که در این منطقه رایج است. روایت است که بغض و کینه‌ای که میان زنان جای داشت در این روز فراموش می شود. در این روز گویا توسط زن میانه رو به همدیگر آرد میفرستند، یکدیگر را میبخشند. از جانب دیگر این مراسم مناسبت خویش و تباری، پیوند همسایه‌گری و یار و دوستی را نیز با هم قوی تر می سازد. بیبی جان، بیبی جان، نوروز مبارک بیبی جان. شما را مبارک. رحمت بیبی جان. آرد سفید رمز بخت و اقبال سفید، سیری و پوری و برکت است. با این به یکدیگر آرزو میکنند که تا نوروز دیگر در خاندان آنها برکت، سیری و پوری و صلح و امانی حکم فرما باشد. اهل هر خاندان در کاسه و لعلی به همسایه ها، یار و دوستان آرد میفرستند و ضمناً آنها را با فرا رسیدن عید نوروز شاد باش میگویند. صاحب خانه ها باشند هنگام قبول کردن آرد به جوان دختران هدیه میدهند. بیبی جان،
آی بی بی جان نوروز مبارک بی بی جان شمارم خوش آمده دختر رحمت بی بی جان خدا دختر رحمت بی بی جان انا شیرینی دست بی بی جان رحمت بی بی جان رحمت بی بی جان رحمت برای آن که نوروز به آنها بختی نو و شادی نو بیارد به یکدیگر آرد میشپیدند که آرد بر این بختت سفید شود آرد میشپیدند. همین عنعنه امروز هم در بعض قشلاق‌های دهه‌های درواز امروز هم جاری است. از همون زمانهای قدیم تا حاضر جاری است، گم نشده. بعد از آنکه صبح دمید مردم دهه بعد صبحانه به عنعنه دیگر تخم گذرانی شروع می نمایند. مردم دهه به یکدیگر اساساً پسر به پدر یا برادر به برادر تخم هدیه می کند. عنعنه هست که وقتی به خانه کسی رفت یا کسی را به روز نوروز تبریک کردنی شد، حتما به او یا تخم یا که یک چیزی شیرینی تقدیم میکنه. این یعنی شیرینی یعنی زندگی شیرین به سر بردن. تخم سفیدی است یعنی بخت سفید آرزو کردن به هم دیگر. بعد به خانه های خویش و تبار رفتن و پیش مریض ها رفتن و از احوال آنها خبر گرفتن. آخرین بود به خانه خلیفه قشلاق یعنی شخصی از همه کلان سالتر رفته اون رو تبریک مبارکباد میکنن و از او دعای نیک میگیرن. انا خیلی دیدید امروز مردم اومدن و رای تبریک کردن ما را به جشن نوروز تبریک مبارکباد گفتن و ما هم برای آنها دعای خیر کردیم و نوروز مبارک باد. آخی میکسن نوروز چه دلاله خشنگ برآمد، بلبل و تماشای دفع چنگ برآمد. نم ترار میخوندن میرفتن یکو گل میکندن نمو زنبه که پشور است نمو نومش پیسرش میکدن بچه ها میرفت سرم جدو که نوارم میدویند کلگیرک میکشتن پیشتر دوا که تیلک بادی میکرند به جلوادی میکرند خم جرکنک میکرند قدیم الحیام این نوروز انال باد نوروز جهانیشی است که دیگه خرسندی ما را فکر که بچه جو توتپس شیرینی ملی مردم درواز است که آن را مست در عیدهای ملی آماده می کنند. خاله نظری جان دسترخوان نوروزی را با این شیرینی ملی که هم از جهت غذاناکی بای از تصور نمی کند. نام برده تا آمد این نوروز توتپس را در جواز نزد خانه نرم کرده تیار می کند. ما مردم وقتی که نوروز نزدیک می بیاید در روزی نوروز میگره توت هم اچکیم تیپس میکنیم برای آن که مردمی که درد دارند کسل هستند دردی گرده درد چیزایی که خنکی گرفتن اینا را ما داروگی تیار میکنیم. برای روزی نوروز بگهی نوروز به اونا میبریم تا شیرینی بخورند دردشون خدا برکنده کنه. خاندانی همه مردم در شیرینی باشه تنی صحتی باشه نشانه امین داره. توتایی که ما میچکیم تیپس میکنیم مردمی که خنکی دارند گرده درد دارند اینا به همه چیز داری درمونند. ما برای که اینا را میچکیم تقسیم میکنیم و یک خاصیت دیگه هم داره که شیرینی بگهی نوروز باید در خاندان همه آدم شیرینی باشه که
و شیرینی سالی نو بگذرونیم تا نوروز آینده را. همون تیپستی که حال امروز ما دیدیم همون هم ذخیره میکردم، نوروزی علاهیده میموندن. حاضر میوه مثال جمع میکنن تیرمو در صندوق های و در یشک های و در جای مخصوص برای نوروزی چیزی نوروزی علاهیده جدا میمونن. این حتما در نوروز باشد. ولی روز نوروز در هر یک خاندانی که همین قشلاقنده برای در همه رایان عموما در همه جا همه ناز و نعمت در دسترخوان هست. آدمی از کوچه میگذشتگی در نزد همی ما جواز میگه میشینه و از یک کپ میکپه بعد میگذره به تماشای بزم بازی نوروزی را میروه چون که ای و بانیت تایبت شایجو تو تدم حالا گویا آقا تبی ای تو تگاه تو تا میرفتیم تازه میکریم دیگه خیلی میچندیم شوی تا چادر پادن کنیم در تگاش افتادیم داری میکتن که برای گوزه برای اینا میچکین وروغه میخیلین میخورن که میکتن بای گوزه رو بای اینا رو پایدست خدا شیرینی بچه جو میچکیم و چکه در بالا چکه میریختن میچکیم داره در خلیطای تسلفن در خلیطا پر میکریم مردکا میکتن بالا کارمونا توشگی در خلیطا تیستا در دوست میرفتن میخورنده با میشورین در سنگای خند تیستا رو با میشورین به امتایی گند میکرد همه بچه ایون امتایی خوش آمدی ته نوروز بر ملک خلقی فیروز ما انتظار بودیم دل بیقرار بودیم در راهی آمدی تو با چشم چار بودیم خوش آمدی ته نوروز بر ملک خلقی فیروز در هر کدام خانه خندان و خرمانه گیرند پیشوازت با رقص با ترانه انا بچه جان شیرا را ما میگفتیم ما بابای ما میچکیدن و تنی صحت دل شیری او ابراز داشت که بغیر از ایدها توتپیس یا آرد توت را در آخرهای مخصوص نگاه می‌داریم. آن در نمی زود سخت می شود و شخ شده اش را با تیشه پاره می‌کنیم. از توتپیس شیرینی و حولا تیار می‌کنیم. با بعضی طعام‌ها نیز همراه می‌نماییم. اینچنین در همان شکل کوبیده اش با چای استعمال می‌کنیم. این شیرینی ملی برای بردمی و در عمر انسان‌ها همچنین در برطرف ساختن فشار بلندی، تازه کردن گرده‌ها و عضوهای هاضمه تأثیر مثبت می‌رساند. انا تنی صحت دگانه جان بای عبیده بای همسوره در طبقچه چی میکنیم بعضی ها در جرغات میخرند بعضی ها با 2 قطی میخرند بعضی ها 4 قطی میخرند ما اینه باید که تقسیم کنیم که شیرینی نوروزی را و تنی صحت دلی شیری بخرند خداوند تا سال دیگه نوروز همه ما تینج دولت ما آباد خانه ما آباد مشکل ما آسو باشه. تجلیل جشن نوروز یعنی برای فراوانی دسترخوان اونها از تیرمو تیاری میبینن یعنی میوه تر خشک انا چوربا برای روز نوروز وای میکنن میمونن و میکشن که روز نوروز گویا که اگر همین دسترخوان فراوان باشد سری پری باشد تمام سال انشالله که خداوند همه خیل و سری و پری و آرامی و تنجی سال را میگذرون. تیپس جرغات میکنیم 2 جرغات میکنیم و همسایه تقسیم میکنیم بعضی ها به تیپس جرغاتش هم میخرن برای شفایی برای شیرینی. بسم الله الرحمن الرحیم. شفای زیادتر شود انشاءالله تنی صحت خداوند
درد رنج گم کنه دیم باره درد رنج نیاره دردمان داره به دردی به رنج کنه رنج او را رحم خره مستمن داره شفایی بیده پروردگار. یکی مزه شب چشیم ببینیم که چه خیلی مزه داره بعد به کسلا را بریم بدیم و تنیسیت دلی شیرین. شهد انشالله شهد معنای که حسل حسل هم شریطه. شب بورویج یکی از عنعنه‌هایی است که مردم این دیار آن را شب 20 مارس قید می‌کنند. آن با افروختن شعله امید در یکی از کوچه‌ها صورت می‌گیرد. برای افروختن گلخن جوانان پیچکی از کوه در هیزم می‌آورند. وقتی که برای جمع‌آوری هیزم می‌روند حتما یک شاخچه درختی ارچه را با خود می‌آورند و با امید خرمی و شکوفایی و سرسبزی در زندگی آن را تا نوروز دیگر نگاه می‌دارند. آتش و هر معنی این قبول می‌دارد. آتش یک واسطه است که پختشوی همه پختشوی که از آتش است این مقدس است و به همین خاطر این یک رمزی آتش پختشوی آدمی زاده که همین آدم باید در همین نوروز پخته شود. این به او خاطر است و آنی که از بالاش میپرند چیزی که در دل داشتن چیزی که خصلت‌های بد داشتن اونا سوخته شوند و این نوروز که تازه شود پاک شود. شب روز یک می شود کشت بهاری در بسیار عالما در از نقطه نظر عالما اگر گیریم یکی از خصلت‌های نوروز همین است که علا فرق دارند. علا فرق معناش همین است که یک شاعر گفته است که سرخی روی مرا گیر زردی روی مرا گیر سرخی روی خودت بمی. این معنی از روی نقطه نظر فلسفه گرم اینه که یعنی رفتار اینه، پیندار اینه، گفتار اینه، نیکی کردن، بدی را گم کردن، یعنی بغض کینه را از دل گم کردن. یعنی انسان را از روی نقطه نظر ظاهریش زردی رو یعنی رشد کسلی ها و چایی که در وجود من همونا را بگی، اما سرخی روی که رسیدگی به مقصد است امون به مرابطه معناشان همینه، یگان چیزی دیگر ندارد. در گرد گلخن تا صبح خرد و بزرگ دهه سرود میخوانند، خوشی و خرسندی مینمایند و هنگام جهیدن از بالای آتش دخدخی بارم نزنه، پشه بهارم نزنه یا اینکه سرخی تو از من و زردی من از تو گفته میجهند. با انجام این کار امید آن را دارند که تمام سال از رنج و کلفت و درد و غم دور باشند. وقتی که نوروز می شود تمام عالم می شکفد و شکوفایی گل طبیعت که می بینیم همه نو به دنیا اومدن. وقتی که عالم شکفت باید هر یک انسانم نوروز کنه. یک معنی نوروز اون است که نوروز کردن آدم رنگی همی طبیعت بشکفد. یعنی گل خیلی که تر تازه هست آدم هم تر تازه شود. از حساب چی؟ از حساب دل. در دلش یگان شک شبهه، در دلش یگان کینه و بغض یگان چیز نماند. اما روز نوروز هر کسی و کسی کینه داشته باشد بخشیده می شود. کسی که همی کار کرد نوروز کرد.
مثال میشد که یک نفر قدی بگذارد. میگفتن که اگر همون شب برویج میگن وقتی که پیش باید ببخشیش همین گناه را. پیشتر نوروز ها میگذروندن اما خیلی که حاضر جشن میگیرن نه. و فکر میکنیم که هر کس باید شکرانه همین دولت آزاد و تیجی امانی را باید شکرانه کنیم که نوروز را خیلی میگذرونیم ما. ویژه دیگری که در شب بورویج است این آدمانی که با هم سخت کاری داشتن همدیگر رو بخشیده به آغوش میگیرند. هر جوان خوشحالی که در این شب به خواستگاری دختری میرفت او را رد ننموده با کمال میل به دامادی میپذیرفتند. خلاص شب بورویج تلقین کننده معرفت و خودآگاهی و عفو بوده باطن انسان را تراوت و پاکیزگی و جسمش را نیرو میبخشد. در وقتش بابیا اجدادان ما این نوروز از روز 18 که سر میکردن تا 21 نوروز در مرکز میگیرن. اساسش نوروز تازگی را در نظر دارد. مردم درواز از آن نقطه نظر گیرم مردم درواز اصلا تازه میکردن، کوچه ها را خانه را سفید میکردن، تازگی میکردن، کوچه ها را خانه را همه را وای میکردن که برای جشن نوروز را پیشواز گرفتن. بالای علاق داشتن همونه که گناه های کردگی مرا خداوند بخشد، یعنی بخشد که گناه کردم اما پاکی در نظر دارد. گرمی و روشنی است که این از قدیم الایام و مردم ما باقی مانده است و درواز هم نوروز را همیشه جشن میگیرند. آدمان به عیادت یکدیگر میروند، کودکان خوشی خرسندی میکنند، تخم جنگ، کوک جنگ، خروس جنگ و دیگر بازی ها را اجرا میکنند و مردم درواز در این شب نوروز آتش میافریزند برای آنکه پیش از همه گناه های آنها نابود شوند و به روز نو بخشی خرسندی روز را آغاز کنند و به امید نیک و نیکی آدمایی که قهر رفتن در روز نوروز حتما میروند میگردن میورن و وقتی عروسی میکنن حرکت میکنن که در روز نوروز باشد. وقتی کدام خاطر؟ به همون خاطره که به خاطر جشن نوروز یعنی سخن وی را رد نمیکنن. حتما در روز عید در روز عید آمدیم برای خواستگاری قبول میکنن. بعد خیش و تبار مثال دختر خونه دخترش یا خیش و تبار نزدیک در همون قشلاق فاتحه کردگی هستند در یک روز پیش از روز نوروز به اونا عیدی میبرن، یگان شد سر و پا میبرن، توفه میبرن. هیچ نباشد یک خرهیزم به در خونه هم مرده که میبرن که خونهش گرم باشد. بسیاری ها با هوس ارمون میخواستند که در همون روز نوروز فرزنداشون خانه‌دار کنن و ارمون مشکلشون بشکنن و به مراد مقصدشون برسن. در روزهای نوروز هم همین خیلی بزم تماشا میشد. وقتی که اگر توی میشد گویا که همون توی بزمگاه نوروزگاه میشد، گویا همون توی همون حولینی تویدار یک نوروزگاه میشد که در اونجا همه هنرنمایی میکردن. بعد پایان شب بورویج و غروب آفتاب مردم این منطقه یک قطار عنعنه ها را انجام میدهند و مثل موسفیدان برومند دیه به عیادت بیماران رفته در حق آنها دعا می نمایند. زنها طعام ملی از جمله آش پلو، شیرجوش، شیربرنج، قروتاب، شیر افغان و غیره تهیه نموده کودکان تا شروع شدن جشن سرگرمی بازی می شوند. نوروزی هم کادی و نوروزی هم هر چی یافتن میکنن، شیر برنج روغن جوشی و شیر جوش میکردن. شیر در دک میدازیم، نون رزگک میکنیم، همی توسای کته شیر که جوش ما میمونه نون میکی یک مایدک چی دم زنم و نون میریزی و کولیزی کته نیزه کته میگیری میخیلی در چیا ورداشت طبقای کته میگم یورا توپ میکنیم تپکی توش میکنیم و یک چیه
کونیه دقوی توشکمی خیلم چنگش کریم چنگنده اینه تو دمی یا گم نام زمیگره چقر و گم یک دیگ تول روغن برمی یک دیگ تول نسمی شتیل روغنه بیاره یا مو کفت پرخر باشه دیگ تول سه دیگ تول خرمی بچم میکاریم توا آدمای کسل بیماری که بودن نمیتونستند اومدن به نوروزه با او و همون خونه را میبردن حق نوروزی اوقات پاکوش میبردن میدادن آیا محرمت تنتری آدم را بکن مثل من حرمت نکنن چو که میبچه ما قد چیق سنورم نورا نتاری میکاری مادر پدری شورا مادر پدری خیش تباری شورا حرمت برای چی؟ حرمت پیش ما اونو را سر میکردن بعد آدم ها میخورن در این روز بانوان بیشتر از محصولات شیری طعام آماده میکنند زیرا شیر رمزی سفیدی حیات رمزی پاکی و صلح و آسایش است از همین لحاظ طعم غذاها را به شیر نسبت میدهند یعنی شیرین شیرکدو را نیز یکی از طعام‌های خاص همین جشن میدانند همسایه ما این زن پیشقدم است که هر سال 100 تا 110 دانه کدو میگیرد و با همسایه‌اش امی خیلی تقسیم میکند خیر میکند امسال در خانه امی سیده جمع آمدیم به خاطر که پرسیمش که امی چه خیلی میکنه که کدو را پرورش میده و بسیار حاصلی بسیار میگیره باید که این همسایه را نفهمونه که چه خیلی میکنه که حاصلی بسیار میگیره شیر کدو در خانه امی بکنیم چون که کدو بسیار داشت شیر کدو را تیار کنیم با همراهی امی همسایه ها اساسا باید کدو را تا نوروزی ما استفاده بریم بعد نوروز این دیگه ممکن است که ما چی کنیم استفاده بریم چون که کدو یک چیزی شفا بخش است این در ترکیب این چندین ویتامین ها دارد این برای کسل قند این برای جگر این برای چندین چیزی ارگانیسم آدم فایده ناک است اگر بعد نوروز این خوراک کدو را ما استفاده بریم این خصوصیت شفا بخشش میشه و ممکنی ضرر بده برای آدم از همین سبب باید که ما این را بعد نوروز استفاده نبریم اگر کدوم آدمی که در همسایه کدوی بسیار داشته باشه باید اونا تقسیم کنه در همسایه که این دیگه ممکن است بعد نوروز استفاده بردنش نگفته نماند که آنها وقتی جمع‌آوری حاصل بهترین کدو را برای جشن نوروز ذخیره می‌کنند و در این مراسم آن را پخته به مردم تقسیم می‌نمایند. بعد از این دیگر محصولات کدو را در اینجا استعمال نمی‌کنند زیرا هوا گرم می‌شود و احتمال ویرانشوی آن است. برای همین آخرین خوراک از کدو آماده شده مردم این محل است. سپس به آماده کردن طعام‌های علفی می‌گذرند. کدو را باید که اساسی تو نوروز همه خاندان باید استفاده برد چون که کدو یک خصوصیتی در خودش شفایی و طبابتی هم داره هم فایدهش است و اگر از میار زیادتر بعد نوروز و بسیارتر اگر کدو ماند ضرر آوردن ممکنه برای همه از دوران پیشتر میگفتند که کدو را تا اومدن بهار استفاده برید بعد بهار و در خاندان درواز اگر که انسانایی که در همین سال گذشته کدو را بسیارتر میگرفتن اگر در خاندان یگان در انبارای اونو کدو بسیارتر میماند اونها رو تا بهار اومدن اگر زیادتی میکرد به همسایه تقسیم میکنن عموما که تا نوروز کدو را باید که استفاده کردن بخورن استعمال کنن شیر کدو میکنیم ای منتو میکنیم ای سمبوسه کدویی میکنیم اگر زیادتر بیمارایی که کسل باشه ما ایم استفاده میبریم کدو که یک چیزی بی‌ضرره برای بیمارا برای شفا بخشی اما بیمارا بهترین چیزی امی سبک ما کدو استفاده بردگی هستیم که قریب 40 کیلو وزن کدو بود که اونا به یوستف کارا میبردن
ما هر سال میگرن نمی همسایه ممی زنه که بر میدونه که من در امی داری مگزین یک زمینی 8 ساتی زمین دارم. دایم کدو را در کارتوشکا میکارم، در درون کارتوشکا. انا کدو در درون کارتوشکا 30 سالکن کارتوشکا را میگیره، کارتوشکا می ویرون نمیشه و اون یک کدو می عجایب شروع میشه. انا هر سال زیاده امی همسایه همه میدونن که من 40-50 کدوی هر کدوم کدوی که 6-7 کیلو زیادتر تا 10 کیلو وزنی کدوم میشه. کدوی شیرین، کدوی زردین انا در پیش خودم و شما معلوم است. بعد خیلی بسیارتر میگیریم میبریم در بازار سودا میکنیم. قریب در همه خانه ها خوراکشان عادتا از زمین علف های کوهی می باشد، از کو گیاه هایی که در زمین میبرویند، از رشقه و انا شلخه و از کاکیخ و از پودینه و از همین علف های طبیعی که برای ارگانیسم فایده آور هستند در همه خانه ناحیه درواز تیار کرده می شوند. کمی خیلی چی بیدست که اگر که ثوابیت داشته است، چون که اگر که می کدو را نمیخورده میفهمیده که در خونه همسایت کدو و شیر کردن، شیر کدو میرفته تا 3 مرتبه هم خیلی میشکیده که گویا که نرسی استش، امو ثوابیتش امو قطعی میرسید از به آدمای امو اکای قدیمولایام هم خیلی پدر بابایامون میگفتن. شیربرین میکردن، شروش میکردن، اوتاله میکردن، آش میزدن، هر یک اوقات هم میکردن. عمومی میآوردن نمی گده میشیشتن، بعد تقسیم میکردن، آدم ها خطی باید میخوردن. اگر تاوستون باشه در اوقات میده میشه نیک تاوستون زمستونی بهار وقتی نوروزین در او کدو رسیدگی پرشیدگی های او را با شیر میده میکردن، در اوقات میکردن کدو با شیر. با کشت کاری بهاری میشیده نمی پای زندگی با میگشتن مردم در. الاو خشرو سخته است از کدو را پرت داد. آل الاو بسوزه کم ترک چیز نه، کم ترک کدو دختیم در جوش زنه، بعد ایناش ایلاوه میکنیم. خیلی ها کدو را در این کدو را در دیگ کم ترک آو دختیم، کدو را در دیگ می اندازیم. انا بعد ده نمود کدو کم ترک، مزه کدوی سفید کم ترک، باز کم شیرین پرم نیست. ای کدوی صرف کالوریش هم زیاد های شیرین اینی. سایلی کم ترک دیگر نمک بیاره، نمک. کدوی و شیر برایم کمیگم که و شیرش میدوزی. تیز میجوشه بیزیب میآید کدو. کدو باید و مدومی آسته بجوشه، کدو عجایب شروع میآید. این کدو اوقات بهترین است. بازی‌های گوناگون قدیمی از قبیل گوشتنگیری، خروسبازی، تخم‌بازی در این روزها پدیده معمول است، هم ردیف با دیگر بازی‌ها. قناق‌بازی به مانند شاهمات در بالای سنگ مخصوص نیز خاص جشن نوروز است. همین جا و مکان در وقتش جای میرنشین بیده است. آدمای دیها برای همین میرا همین سنگ ای خود شاگرد پشتوره کرده می آوردن و در
همین دستی همین کندن و این بازی قزناق نام دارد که با ششکی که میگویم خیلی ماننده در ششکی پیش قفا خورده می شود ادری بغیر پیش قفا با برکی هم میخورند بخشیده به عید نوروز در همین جای همین بازی را تشکیل میکردند یعنی بگوییم که مسابقه و در این بز میماندند غالب صاحب همین توفه بز میشده است این بازیگرای پیش در بابای امیر سلطان بود با کیگه بود تقای برهانالدین بود تقای شراب بود موسفیدا بسیار با شوق بازی میکردن خیلی به خاطر توفهش هم مردم مهنت میکردن که غالب برایم صاحب یک بز میشدن بگرده بچه اول سفید میگرده بیا بچه نخوریش رفتیم یه بچه ایتری هم تا میخوره دت تا میخوره سه تاشه سه دت تاشه دت تا میگیره تنی بخور شه مام یکی شخوری نه مام گرفتیم بخورش اونو نمیتونه نه اونو خوره نتونه بگرده کبرا پچشه سخت که نیافتی این بازی ملی اصلا میان آدمان کهنسال صورت میگیرد از نقل باشندگان در دوره‌های قدیم مردم چنین سنگ‌ها را از کوه محض برای بازی کردن در جشن نوروز می آوردند سنگ کلان را انا همین طور به دست برای ایستادن سنگچه‌ها کارکرد میکردند و بازی را انجام میدادند یک نمود بازی بود است که بابی و بابی کلان ما این بازی را بازی میکردن راستش که ما یاد نداریم نمیتونیم این بازی را بعضا موسفیدای بودن اینها هم مردن جوان ها این بازی را بازی نمیکنن لیکن همچون یادگار همون سنگی که دیدید همون زنده همون حس میشه و نگاه داشته میشه این من از بابی کلوم شنویدم بابی کلوم از بابی کلوم شنویدگی که همین خیلی بازی میکردن خب توفه میماندن برای بخشیده به عید نوروز عموما همین در عید نوروز بسیارتر بازی کرده میشده است منم راست شکه بگم من قزناق شنیدم برکی میخورم برکی میخورم نمیخورم قزناق شنیدم نه که چی معنی داره نمیگیره برکی دیگه در یاد نیست پدرم حتی یادم ندارد نه که از بلندی قریب 6 کیلومتر آدما همین پشتواره کرده به اینجا آوردگیان بعد همین کندند شاید بر وقت هم به دست همین بازی کندندشه همینجا بازی میکردن خب من هم یاد دارم که ما بسیار مایده بودیم که موی سفیدا می اومدن همینجا بازی میکردن یک حتی جنجال هم میکردن که ای برید بازی را ای برید نه اینجا خطا کردی همین منم یاد دارم کم بازی فقط فکر طلب میکنه این دیگه اگر بچه این بازی را ما این بازی را باید دیگه تمام بایکوی گره نیوه نویت برابر خوره نگره من راز بازی که بیا این بازی را باید کی؟ همون سخت رفت نیو سخت هست هیچ فایده نداره پشتش هم سختی است که پشتش هم سختی است که ما ده محکم شد ده محکم ده ترنو اونجا وزیر ده تایی وزیر کرد ما ده تا وزیر شد ایش ما دم بزن بیاره بده بزن بیاره بز نصیبی ما شد بز نصیبی شما غالبی مسابقه خب خیلی سازه با که داوطلبی کسی بازیگر است این مرحمت یادداشت من بازی نوروزی است همین نوروز نزدیک میشد این سنگ می آوردیم میشستیم تازه میکردیم سنگچار رو روغه میکردیم که خوبتر نمایان باشن بعد بازی میکردیم اساسا هم موی سفیدا که بازی کنن بسیار شوق‌آور میگذره باور کنید انا ای آفرین دم کشی
بگی سلام کنی الان یک دو سه چهار پنج شش هفت تجربهش کته تجربهش کته بازی دیگری قدیمه وزنبرداری با سنگ که تنها با یک دست برداشته می شود میان کلانسالان معمول است. تا امروز تنها 2 نفر پهلوان توانسته است که این عمل را اجرا نماید و خلاص. هر نفری که از عهده این بازی برآمده توانست حتما صاحب هدیه می شد. این سنگ تاریخ زیاده است 400-500 ساله دارد که گذشتگان ما یعنی بابایان ما در جشن‌های نوروزی در بازی‌های ورزشی در نمود وزنبرداری از این سنگ استفاده می‌بردند. پهلوانان و جوانمردان از تمام گوشه‌ها و کنار درواز در جشن نوروز جمع می‌آمدند و قوای خود در این سنگ می‌سنجیدند. اصلاً این اصول درست اجرا کردن دارد. با واسطه یک دست قوای 50 دست قطعی اجرا میگیرد. از گفته پیران سالا پهلوانای بودن که این سنگ می برداشتن که تا حاضر حال در این زمان حاضره ما یگان پهلوانی ندیدیم که این سنگ اقلا تا میان برداره. یک 10 سال پیش 2 پهلوان از همین دیهای خود خواهی برداشتن در حقیقت همین سنگه و لیکن تا حاضر 10 سال آخر پهلوان یافت نشده است که این سنگ از زمین برداره. وزنش 16 کیلو و 300 گرم است. تنها قوای 50 دست پرقوتی در کار که این سنگ از زمین کنده برداره. جای لیکچه هم داره که در اونجا لیکچه دست میمونی و پنجه را مستحکم میکپی و میبرداری از اون. همینجا یک موی سفید گفتنی عبدالله فتحالله در خانه امو همین سالها نگاه داشته شده است. همچون یک میراث بابگی، اگر میراث تاریخی بابگی گوییم هم خطا نمیکنیم، نگاه داشته شده است. تا حاضر ما هم در جشن‌های نوروزی در مسابقه‌های ورزشی جاری کردیم. از نمود وزنبرداری استفاده میبریم. نادرست است، فقط همین خیلی درست، همین خیلی 50 دست قطعی زیر میکنی و همین خیلی میبرداری. این خیلی گردوندن ممکن نیست. تنها قوای 50 دست تمام. این خیلی اگر وای کنی و نادرست است. ما اصولی درستی خود شد دارایی اجرا کنیش. مراسم آبریزان از دوره‌های قدیم در بین مردم آریایی آیین معمول بود. جوانان صبح پیش از برآمدن آفتاب به دست یگان ظرف آب گرفته به لب چشمه یا رود آب می رفتند. بعد شستشوی ظرف را پوری آب کرده سپس از بالای آن 3 مرتبه جهیده هرچی درد و بلا دارم آب ببر می گفتند. آب تازه را آورده به آستانه دروازه و در خانه خود می ریختند و بعضا به بیماران با نیت شفا می دادند که این عنعنه هنوز در این منطقه پابرجاست. روز نوروز از چشمه شفا بخشی بالای قشلاق یک مردی کم ترک به قوت می رفت آب می آورد برای مردمی بیمار کسل آب تقسیم می کرد که خدا در این روز نوروز این شفایی بده. این برای دادری جو که باید که اما آب چیزی تازه آب چیزی شفا بخش مردم خدا شفا بده و
تنصیحاتی بده و خونه همه مردم تینج بداره برایم که به همه بیمارا و کسلا میدادن به چجو در آن خونه را از آشپه ما میگویم آشپه میکرند که همین نحصیر تحصیب و غم اندوه از در خونه بیرون کنه و خونه را تازه میکریم چیزای شکسته پاره که لوی پیاله یا دوغاوی یا چاینی که شکسته همه را میرفتیم میپرتافتیم. آیین‌های مذکور به آن دلالت می‌کنند که آب در کنتکست جشن نوروزی مردم تاجیک از دوره‌های باستان مضمون‌های اساطیری و رمزی داشته است. آب را مردم در قطار آتش و باد و خاک همچون یک عنصر مقدس طبیعت پاک کننده عیب و گناه‌ها، ناپاکی‌ها و زشتی‌ها می‌دانستند. همچنین آب رمز حیات، پاکی و بی‌آلایشی و آرامی و صلح و ثبات دانسته می‌شد. بعد او شفا گفته شما میرفتن و ترمه میرفتن میآوردن میبودن میدادن شد برای همون آدم های کسل بیمار انتهای کارو رو میگذروندن در روی نوروز دیدم اوش تازه شما داره همش ترما و برف ترما او خاک نمیشود بگیم رنگ قشلاق‌های مردم که او خاک شود ما او بایم هیچ وقت بیاوی رو نمیبینیم. جشن نوروز که امروز به خاندانی هر یک ساکن کشور با قدم‌های سبز و بهارانه به میمانی آمده است، در میان دیگر آیین و مراسم‌ها از جمله کهن‌ترین و عزیزترین سنت‌های ملی میباشد. این جشن مبارک از جانب اجداد نیکنام و خیرتمندمان اساس گذاشته شده است به بسیار خلق‌های عالم نیز پیک شادی و سرور، بخت و سعادت، شکوفایی و زیبایی، آغاز کشت و کار و زنده شوی طبیعت را میرساند.